شید انا شما را کو مومایی کی چند سالش دی موما جان 76 اینا 76 سال عمرش ده ممکن 76 نمود سمنک کردگی باشه بیا تو یک دمی با خاطری شد گپ زیادی در کار نیست پروسه یک چیزی میکنم که ای کار می مونده تماشا میکنی دوره کودکی دوره‌ای که موما و بابا تو مثال موچجان سمنک میکرد همون روزا پیش رو میاد آه وطنم جان وطنم سالای پیش مسیروفکا نبود با چی میکردن موما جان هیچ کده با غورای طریق با همون قطعه انا بسم الله الرحمن الرحیم اول یک دو با کلی غریبا با کلی همین نفرایی که ما را تماشا کردیسن همه کسا دوستان عزیز هر کسی که در پشت مستقیمن یا لایک کامنتر را دریغ نداره رحیم پروداکشن. سلام و درود بر شما. در خانه هر یک اهل مسلمان قرآن وجود دارد، اما بسیاری از ما خواندن نمیتوانیم به خاطر آنه که با زبان عربی است. حالا باشد راه حل این معما را برای شما بیان میکنیم. کلام الله و ترجمه. کلام الله و ترجمه اولین بار در سال 2009 در جشن بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه در وطن عزیز چاپ شده است. این کتاب را تمام اهل عائله خوانده میتوانند. در 3 شکل نوشته شده است. بیا با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته میکشیم مثلا سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر قسم به زمانه که همان آدمی در زیان است. انا همین گونه 3 ودنام یعنی 3 بر 1 برای تمام اهل عائله. کلام الله و ترجمه. السلام علیکم دوستان عزیز هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانه آباد هستین. امروز یک کاری خوب بحری پاتیشکا میکنیم چی را سمنک در ماه مرد نگاه کنید در پیش ما برف های لیک ساوزه موجه سب ساوز شدگه. امروز یک سمنک چنگالی یک چیز خوب میکنیم که تماشا کنید راحت کنید دوستان عزیز. اکنون میریم با جای کار. همه کسا دوستان عزیز هر کسی که در پشت مستقیمن یا لایک کامنتر را دریغ نداره. انا بهار آمد دوستان عزیز سمنک بخریم. همه کسا سمنک خریمی رفتیم. انا دوستان عزیز برای که ما سمنک از صبح ساوز نکردیم که وقتی که ساوز شود سمنک تلخ می شود. السلام علیکم موما جان. سازی خوبیه؟ امروز ما همراه پیری کور ستنی خاندان مومایی که چند سالش دی موما جان 76 اینا 76 سال عمرش ده ممکن 76 نمود سمنک کردگی باشه. امروز موما جان گپ میزنه ما سمنک برای شما پیشنهاد میکنیم. همین خیلی است موما جان؟ راسته که اگر صبح ساوز شود سمنک تلخ میشود. ها ایشان با اینو بلندتر شده اگر نه اکنم سفید چی و در آمد چی انا حاج یکم چیکار کنیم یکم اینا ای مسیروفکا میگذرونیم. سالای پیش مسیروفکا نبود با چی میکردن موما جان؟ هیچ کده با غورای طریق با همون قطعه انا بسم الله الرحمن الرحیم اول یک دو با کلی غریبا با کلی همین نفرایی که ما را تماشا کردیسن الهی نام پروردگار همه مامان مسلمان را پروردگار با نوروزی دیگر از حق سلامت برسونه هم تسمانه کنیم و خوش خسانانه بگردن الله اکبر هزار آمد. انا دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم میگیم کم ترککی میدوزیم هم خیلی انا ای با موما استیل نوشه که او سالای شما داخلی بود ای دینه خیلی میدوزی نه. بسم الله الرحمن الرحیم انا کوز میبینم چی میشه.
انا دوستان عزیز با گفتی ماما میده آبی برف ریختن در کارون با مزه میشوه آبی بارانی برف کات که میریزیمش انا و سبحان الله پختگیش اهمیت نتینیش دوستان عزیز ما ای مصروفکا گذراندیم موما جانم توزاش کیسه ایشه چیکار میکنه موما جان حاجی آبی ایش همه گیریم انا بعد آخی ای وجهش همه پرتویم ای سمنک اساسا ای شیره گندم میشه با ای شیره گندم بچه حاجی رو کمتر بکنن سالای پیش بسیار میکردن موما بها ده هر خونه ایده میموندن ما خدم تو تقوالای نشار پرپسان کامل ماندم کنه داروی بقواتی تو نه ما چی نبود مردکم ما چی نبود می خودم با میگفتن کدومش نکنه میگفتن که اخ مربیاتمون نخوردیم خیلی او وقت دیگر بوده باور که خونه دست کار میکردم اینجا کارو داشتم اینمی کپاسورا میپرتوتم با همسایه مردک پیدا میکرد نفس خونه به زنکارا پیدا میکردم نفسم اینجا مردکارا میدن با پس خونه زنکارا میدن مردکار اینجا چی بود جدا میشتن زنکار میشتن میخوردن انا دیده دوستان عزیز چقدر خوب و بهتر بود خیلی امروز هم یک دیگه او قوت ها او چیزا نیست معنی بیان روی پاشن فهم دفعه بگیره نکنه خیلی امروز هم انشاءالله بهترین میشه وارداران غریب تماشا میکنن راحت میکنن بعد ماما تزنگ میزنه میگه ماما جان دیدی یا ماما در اینترنت دیدم سمنه کردیسه کیت سمنه که میکنی بخری این ویدیو را راست ماما تون روی میکنی این امروز همراه جیان اومده حدیث بانو تو تیار کردن ماماشه یک شعر میگه یک شعری بهار میگوی ها بخیر کو اجاد یک شعر بگو ها انا اجازه بیش بلند بلند بهار آمد صدایی بلبل آمد نسیمی فارم و بویی گل آمد لباسی سبز را صحرا ببر کرد کلاهی سبسفید آلو بسر کرد پس از باریدنی بارانی نیسان چیزه بایان دشت و کوهساران بهار آمد چمن گل پشت آمد دلی ما بچگان در جوش آمد دویدیم و به سوی باغ رفتیم همه مانند گل بالیدیم درختی نو به باغی نو شناندیم درختی سیب و زردالو رساندیم به باغی ما درختی ناک رویند انالی لاله رنگ و تاک رویند همه ساله که بر ما بار آرند به ما خورسندی بسیار آورند ای مالادیس انا دیدین یاد داره که شما هم در مایدکتون انمی خیل میکردیم در بهار آمدن چی قدر خوب و بهتر بود که یاد میکردیم که کی بهار میاد در بوله سوزه بازی کنیم ای اما بسم الله الرحمن الرحیم هم ترش کنم دیده چی خیلی زوره ایشا بگیرم ایجا دمونو ایرا بگیرم طبقه ایسا ایرا بیره جبرات نبود با یا بار دیگه مگیری بهار آمد شیرین جان ایامی کشت و کار آمد شیرین جان بیا یار جان رویم سیر شکوفه شمار آمد شیرین جان بیا یار جان رویم سیر شکوفه عزیز مامام گفت این استیلی نو شد اینا بریان میکنی برای در چگدان شروع شدنش باز اینا ما انشاءالله کار اثر بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم اینا نگاه کنید اوه انا
انا خیرش میکنیم. بسم الله. اینا بسم الله. انا دیدین این بواکی دیگر میکردین. این همون چه خیلی ما نمیدیم. ما چند گوکی ما هم چگدان نمیدازیم. این میگه نمیچسبه وقتی که این خیلی میاد. لبای مومای جون. انا الو و سلام بک. الو و پیشکش. سلام جون. بازار دامنه بقره 7000 فروخته سی بود. درجه مگریزی. انا بهار آمد الو نازنینم، بیا تا یک دم سیرت ببینم، بیا تا یک دم با خاطری زارت گل بچینم. عبدالله جون اینا ایشا بارداران عزیز بچه‌ام دا کردم. اینا عبدالله جون دا انا ایرا باید دا میمونم. یهشا تیار کردم. اینا انا خیلی سرخکش بکنیم. حوزی علوی چگدان هم میمونیم. در چگدان میمونیمش. این برای چی بوده برادران؟ ستیلی نباش نچسبیدن. این هم خیلی چوت که چه میشه. بعد دای چنگولیش میکنیم. مسکه قطی میزنیم با خورش میریم. حوزی میریم. آره دوستان عزیز یک بار دیگه سلام علیکم. سه تای رئیس بودو اپراتور. سه تا ستیلی خوی موندیم. برای چی؟ لگنا رو در بالای همین میمونیم. دو دوش میروه لگنا رو در بالای همین میمونیم. بالاش رو محکم میکنیم. نیم ساعت مثلا بعد نیم ساعت سمنک ما تیار میشه. الان واسه فایز کردیم. لگنا رو کو جوباجو کرده. لگنا رو سالون جو مرا شون کو اینا دریا لگن اوجه نگاه کو موندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چال سلا گنای چیرا مرا اوستینچا کو چیت انا شمارا کو این هیچ برادران عزیز ای عبدالله بچه ما اینا نگاه کنه ایقا گلونه کردم بچه هم دا. انا دوستان عزیز بسیار ها میگن که رحیم تایی خیلی خیر اینا تو میخریبه هر خیلی گم میگن ای بچه مرده که نه بچه هم یورا میکنم که در غریبه تماشا کنین رحمت بگین کمی باشه باید وطن باشین دوستان عزیز. با خدا قسم میلیون عمود نوارای برای کردن لیکن یک چیزی میکنم که پگه وقتی که چیز میمونه مورا یک رحمت لعنت نه. با هم خاطر یه لایک کامنتر برای گوت نجکین کدومی که نمیفرد نجک برادر جانم گپ زیادی در کار نیست. پروسه یک چیزی میکنم که ای کار می مونده تماشا میکنی دوره کودکی دوره‌ای که موما و بابا تو مثال موچجان سمنک میکرد همون روزا پیش رو میاد برادران. با همین خاطر یا دو درتون چشم دیدن ندارن همه تا در نظر ندارم. بعضی نفرای هستن لیکن نمیدونم چه نفری هستن که همه وقت در بدی مان خیلی همه اونا نگهبان باشن. بازی انتظار میشه اینا بلوشه محکم کنیم. بسم الله. آخر اوستینچه را میمونیم. مسکره تیار میکنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم. عبدالله جان در پیش ما لخچه زنیم. برادران بعد از نیم ساعت حاضر میبینیم که سمنک شیده یا نه چخیر شده. انا کو دودارم بودو کویسو. ای ماشاءالله ماشاءالله. اوهو انا ای ها ای بچه من یکم شده کو عبدالله جان انا سمنک چند جوش آیال بی. ای ماشاءالله بهترین انا ایشم ببرونم دیمشه. او ماشاءالله. انا دیدین برادران عزیز چخیر شده ایرا نگاه که انا اوهو کو حوزی داموش رو تماشا کنید
چخل میشوه یورا مو میگیریم میبریم چنگالی طبق دا میدازیم کف میزنیم مسکه قطی کو این نه جای قضیه شما برادر جان اکو بشیور ریسپشا تایورشا بین بسم الله برادر جان ولی هم همینجا دین بسنه که ای یا الله مهربان ای شکر الله خدا هزاران قربان نعمتو بسم الله انا برادر جانو اسم منک این مسکه نه چسب میوشه بسم الله ای انا نگاه کنین یک تا دو تا سه تا انا ای چهار تا پنج تا شش تا انا ای شش تا رو گرفتیم خوی میکنیم مسکه شدرای لیتا این با همین مسکه عجایبات میشوه انا انا نگاه کنه که چکن میشوه بعد باهو میتین برادر جونو باهو میتین بسم الله الرحمن الرحیم وطنم جان وطنم نمیگم روشن انا که جان وطنم قشلاقه که من بوی چپاتی دارم آگیزه سمنکی توجی کنه سمنکی که با دست خدمت کردگیم ماشاءالله بهترین خوبتره بسم الله الرحمن الرحیم کو اوه سبحان الله انا عجایباتی بعد انا که دوستان عزیز همه کسایی لایک هم میمونیم در حقم دوره فراموش نمیکنه هر کدامی تکی چی نمود خوراک دیگر در کنه در کامنتر بنویسید امروز ما را میدونم قطعی میخرم قطعی دودرچوم قطعی خواهرچوم قطعی جنوم بیای بچوم همه پیش کامرا بیاین بشین بدوین بیاین اینجا بشینین بدا ویزو نکش بیاین بخیر سلام جون بخیر طالب جون بخیر عبدالله جون بدوین بخیر زین بیا حدیث جون بیاین همه کسا بیا همه کسا نوجدا میشنیم همه کسا میگه که پادپیسچون اکای رایم یا لایکی را بجخینه سمان اخری بیاین میتونه گفتم یک دو سه پادپیسچون اکای رایم خری بیاین یا لایکی را بجخینه انا همه کسا چیکار میکنیم سمانک میخریم دوستان عزیز دو اینه که فراموش نکنیم بیاین سکنیم بسم الله بیا حاجو بسه نخلینگا بهار آمد شیرین جان